به اون تعلق دارید. پس اگر از خدا جدا شده اید چون او را نپذیرفته اید و او را نمیشناسید، شما متعلق به کسی هستید که شرور است و به خاطر غرور و شرارتش مانند رعد و برق از بهشت بیرون انداخته شد و این است جهنم. ولی خدا این را نمیخواهد. او خیلی چیزها نمیخواهد که ما توسط او از هم جدا شویم. به همین دلیل است که او عیسی را فرستاد به یک نوح، به کلمه زنده باش، به ما بیاموزید که کلام خدا واقعا به چه معناست، نه دینداری، اما منظور او در روح و حقیقت، و تا به ما بدهد زندگی. میدانید عیسی با زنی که در کنار چاه بود برخورد کرد و او یک سامری بود و یک شکاف بین یهودیان و سامریان وجود دارد و این یک داستان طولانی است، اما او حتی نمیتونست باور کند که او با او صحبت میکنه و شاگردان رفتند تا بروند. مراقب